نظام اسلامی یک امکان عظیمی رو در اختیار داعیان الله و مبلغان اسلام قرار داده. کی چنین چیزی در اختیار شما بود؟ کی چنین چیزی برای من و شما در طول تاریخ روحانیت وجود داشته از اول اسلام تا حالا؟ کی؟ به توفیق الهی قرنها این نظام پابرجا خواهد بود. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört.